اگر فکر میکنی با برگشتن به رابطه یعنی همه چیز درست میشه، احتمالاً داری خودت رو برای یک شکست دیگه آماده میکنی. اشتباهی که تقریباً همه انجامش میدن. اینکه آدم‌ها وقتی دلتنگ میشن عجله میکنن. فکر میکنن اگه دوباره کنار هم باشن همه چیز مثل قبل میشه. اگر هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، برگشتن فقط جدایی بعدی رو عقب میندازه و نتیجه معمولاً همون قبلیه. باید برای حرف زدن و نزدیک شدن به کسی که قبلتر ما رو عمیقاً آزرده کرده معتاد باشیم. تلاش اشتباه شبیه تنبیه دوباره است، با این تفاوت که قبلتر شخص دیگر این تنبیه رو انجام داده و حالا خودمون رو تنبیه میکنیم. برای دوباره شروع کردن باید حواسمون به این باشه که آیا طرف مقابل اونقدر رشد داشته که ظرفیت پذیرش اشتباهاتش رو، سهم خودش رو در تمام شدن رابطه ببینه؟ آیا به اندازه کافی احساس امنیت میکنیم که حتی بخوایم دوباره وارد مکالمه با اون آدم بشیم؟ آیا فقط برای تمام کردن احساس گناهش میخواد به ما نزدیک بشه یا با فروتنی میخواد برای رابطه تلاش کنه؟ اگر برای رفع احساس بدش باشه، دوباره در همون سیکلای ناسازگار میافتیم که رابطه رو به چالش میکشه. به هر حال هرچی که بود و هرچی که ناسازگاری که بوده، رابطه یک بار تموم شده. گاهی آدم‌ها به هزار دلیل میخوان دوباره با ما وارد رابطه بشن. حواسمون باشه که آدم‌ها مثل ما آدم هستن. سخت تغییر میکنن و گاهی فقط شکل آزارشون تغییر میکنه. اما در نهایت اگر ناسازگاری عمیقی در رابطه باشه، احتمال اینکه تکرار بشه زیاده. اگر آزار دیده باشین و احساس امنیت نمی‌کنید، به سرعت وارد رابطه نشید. صبر کنید و با خودتون این جمله رو تکرار کنید: ما یک بار ناخواسته اشتباه می‌کنیم و بار دیگه تصمیم می‌گیریم و با آگاهی اشتباه رو تکرار می‌کنیم. هر از دست دادنی ناراحتی به همراه داره. حالا جدا از ناراحتی، بعضی موقع خشمگین هم هستیم. گاهی وقتها همین خشمگین بودن وسوسه‌ای برای شروع دوباره رابطه است. اما به یاد داشته باشیم که تخلیه خشم به هر شیوه‌ای فقط برای لحظاتی ما رو تسکین میده و اگر خشم به درستی در درون ما تجزیه نشه، هر تلاش ما در دراز مدت بیهوده خواهد بود و ما هنوز آروم نیستیم. تلاش برای شروع دوباره باید با آگاهی باشه. رابطه‌ای که دوباره شروع میشه نباید ادامه همون قبلی باشه. باید با رفتار جدید و تصمیم‌های جدید باشه. شاید جواب همین سوال ساده آینده رابطه‌ات رو مشخص کنه. آیا فقط از تنهایی فرار میکنم یا دارم به خاطر عشق برمیگردم؟